اسم حامد بهداد دوباره سر زبون هاست، نه به خاطر بازی هاش بلکه به خاطر حرفا و حاشیه‌ای که درست کرده، از بغضش برای باران کوثری تا جنجال با مهناز افشار و دعوا با داریوش ارجمند. یه داستان پر سر و صدا که قراره با هم مرورش کنیم، پس با من همراه باشید. خب از خودم متنفر میشم وقتی که نمیتونم ریاکشن دوست. چند روز گفتگوی حامد بهداد حسابی سر زبونها افتاده، حرفهایی درباره باران کوثری و حتی مهناز افشار که خیلی ها رو شوکه کرده. او از روزهای رفاقت و همبازی بودن با باران گفت، از خاطره ها تا دلخوری‌هایی که به جدایی و دوری باران از سینما ختم شد. اما چیزی که بیشتر سر و صدا کرد گلایه‌هاش از سیاست‌های ممنوع‌الکاری و اعترافش به ضعف خودش در حمایت از دوست نزدیکش بود. همین جملات کافی بود تا فضای مجازی منفجر بشه. گفتگوی پر از بغض و گلایه که در برنامه خط فرضی همه چیز رو ترکوند. همکاری‌های حامد بهداد و باران کوثری همیشه خاص بوده، از گیجگاه و روز سوم گرفته تا هفت ماهگی، دایره زنگی و خیلی فیلم‌های دیگه. اما این بار در گفتگوی برنامه خط فرضی بس اصلا درباره نقش و فیلم نبود. حامد از دل گفت، از دلخوری و حسرت‌ها. اونجا اعتراف کرد دوست نداشتم باران بسوزه، چون باران بازیگر معمولی نبود. رفتار ما با باران قانع کننده نیست. بعد هم راجع به مهناز افشار گفت، مهناز هم بازیگر معمولی نبود. دلم میخواست بمونه و کار کنه، نه اینکه از این کشور بره. وقتی صحبت‌ها به درگیری‌های سیاسی باران رسید، لحن حامد بهداد جدی‌تر شد. گفت باران همیشه منطقی بود، آدمی نبود که وسط هیاهوی سیاست کوتاه بیاد یا سکوت کنه. یه دختر پرشر و شور و دغدغه‌مند سیاسی با مادری مثل رخشان بنی اعتماد. باران پر از ولوله بود، خیلی کمک کرد رای جمع کنه، ولی در عوض فحش خورد برای همونهایی که امروز حتی حالش رو هم نمیپرسن. اینجا بود که بغض حامد ترکید. گفت الان که باران به اینجا رسیده از هر دو طرف باخته. خیلی باهاش حرف زدم، خیلی خواستم کمکش کنم برگردم، اما از خودم متنفرم که نتونستم، چون نه سواد سیاسی دارم نه آدم با کفایتی هستم. هر بار هم نتونستم واکنش درستی نشون بدم، بیشتر از خودم متنفر شدم. نسوزه. من دوست داشتم باران باشه، چون باران بازیگر معمولی نبود، یا مهناز افشار بازیگر معمولی. اما این روزها حامد بهداد فقط با خاطرات و دلخوری‌ها خبرساز نیست. حرفای رک و تند و تیزش هم حسابی حاشیه درست کرده. او که به تازگی در فیلم پیرپسر به کارگردانی اکتای برانی بازی کرده، با دفاع سرسختانه از این فیلم و موضع‌گیری‌های صریحش دوباره وسط جنجال‌ها قرار گرفت. یکی از داغ‌ترین حاشیه‌ها ادعای داریوش ارجمند بود. ارجمند گفته بود نقش غلام در پیرپسر اول به من پیشنهاد شد ولی قبول نکردم. همین جمله کافی بود تا واکنش تند و پرحرارت حامد بهداد خبرساز بشه. بعد از ادعای داریوش ارجمند، حامد بهداد در این اینستاگرام دست به قلم شد و جواب داد. گفت تهیه کننده فیلمنامه رو مستقیم برای ایشون فرستاده بود. وقتی من با خبر شدم از پروژه عذرخواهی کردم، اما کارگردان پیرپسر تایید کرد که این نقش فقط برای حسن پورشیرازی نوشته شده. اما تیر اصلی حرف بعدی بهداد بود. او سریع و بی‌پرده گفت ایفای نقش غلام باستانی فوق‌العاده سخت و نیازمند توان بدنی، اخلاق حرفی و تکنیک بازیگری قویه. صریح بگم هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو در داریوش ارجمند نمی‌بینم. جمله‌ای که مثل بمب ترکید و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. به گفته خیلی‌ها حامد بهداد در پیرپسر یکی از بهترین و عمیق‌ترین بازی‌های کارنامه‌اش رو ارائه داده. بازی دقیق و کنترل شده که باعث شده تماشاگر تمام احساسات و عواطف شخصیت رو با تمام وجود لمس کنه. خود بهداد در مصاحبه‌ای دلیل این نزدیکی به نقش رو در 3 چیز میدونه: قدرت فیلمنامه، شخصیت پردازی حساب شده و ارتباط مداومش با اکتای براهنی، کارگردان فیلم. اون معتقد شخصیتی مثل علی پیرپسر محصول یک کار کوتاه مدت نیست، بلکه ماه‌ها و حتی سالها با اون زندگی کرده تا به این شکل روی پرده ظاهر بشه. در پیرپسر خبری از اون تیپ تکراری و عصبی بازی‌های همیشگی حامد بهداد نیست. اینجا با یک روشنفکر آروم، صبور و درونگرا طرفیم، اما پشت این آرامش آتشی پنهانه که لحظه به لحظه حس میشه. خیلی هم معتقدن این نقش یکی از متفاوت‌ترین و بهترین بازی‌های کارنامه بهداده.
باران کوثری هم این روزها بیشتر به خاطر مواضع اجتماعی و سیاسیش در کانون توجه بوده، مخصوصا بعد از اعتراضات 1401. همه حرفا و موضع‌گیری‌هاش باعث شد برای مدتی از دنیای بازیگری فاصله بگیره. اما حالا خبر تازه‌ای منتشر شده. قرار شده باران توی مؤسسه کاج کارگاه بازیگری برگزار کنه، نه جلوی دوربین بلکه پشت صحنه و به عنوان مدرس. این حرکت میتونه نشونه از شروع دوباره باشه یا شاید یه خداحافظی بی سر و صدا با بازیگری. در فضای مجازی هم بحث‌ها داغه. بعضیا میگن باران هنوز برنده است چون خودش رو نفروخته. بعضیا هم میگن بعد از این همه هزینه برگشتنش به عنوان مدرس یه باخت بزرگه. در نهایت این روزها هم باران کوثری و هم حامد بهداد هر کدوم به شکلی وسط یه میدون پر از حرف و قضاوت ایستادن. یکی با سکوت و انتخاب‌های تازه، دیگری با صراحت و رکگویی همیشگی. اما نام هر دو همیشه با حاشیه‌های جنجالی و البته خاطره همراهه. نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونین. ممنون از همراهیتون.